دوستان خوش اومدید به ویدیو. امروز اومدیم با آموزش نصب فیلتر شکن مای موبایل و اینکه دوستان خوشحال میشم چنل من رو ساب کنید، لایک کنید ویدیو رو، کامنت هم بذارید دوستان. خب اول ما یه بار کلیر دیتا میکنیم، برنامه هامون رو میزنیم. اینم این وی پی ان رو میزنم که شما به مشکل نخورید دوستان. میایم توش، منتظر که میمونید. اول داخل این فیلتر شکن میشید دوستان. خب بچه اینجا ازتون دسترسی میخواد، یه بار باز میایید بیرون. ازتون اگه دسترسی خواست دوستان گوگل رو میزنید. خب یکی از جیمیلاتون حالا انتخاب کنید، من انتخاب کردم. خب اینجا ورود میزنید دوستان. این کلا 200 مگ هر روز بهتون 200 مگ میده. میزنید اوکی تا نصب شه. ببین بعد یه چی مای موبایل بچه واسه همراه اول این فیلتر شکن واسه همراه اوله. خب منتظر میمونید تا کانکت شه. صبر کنید. شما تازه نصب کنید سریع کانکت میشه. حالا من کم نتم بده. خب پس نمیشه، قطع میکنیم، میزنید ایالات متحده. میذارید کانکت شه. خب دوستان کانکت شد، وای میسید. ببین انداختتون سرورتون الان روی آمریکاست. و میای بیرون، وارد برنامه گوگل میشید، مای موبایل میشید، این پایین میزنید، این تیکر رو میزنید، اینو میزنید سمت چپ. اوکی میزنید. اینجا یه دونه بچه جیمیل میخواد ازتون، جیمیل فیک باشه فرق نمیکنه. ما حالا من اینو میزنم. خب اوکی که بزنید. سن میخواد بچه، سنتون بالای 25 بزنید لطفا. 25 یا 18 بزنید. من میزنم 25. هر 15 دلار. اینجا یه دونه زیپ کد ازتون میخواد دوستان. زیپ کد فرق 923 میشه، 775 216 میشه، 73 0 69 میشه. حالا من 73 0 69 میزنم. خب یه عدد ازم میخواد، 5 رو میزنم، یه سو میزنم، بعد اولی دومین گزینه اولی رو میزنیم. حالا فرق نمیکنه دوستان هر کدوم زدید. یه سو میزنید، اولی رو میزنید، اولی. خب این آبی رو میزنید بچه دوستان. صبر کنید اینجا خورده که صبر کنید. لینک برنامه، لینک دانلودشن تو کانال تلگرام هم میذاره. آدرس کانال تلگرام تو دیسکریپشن هست. خب اینو میزنید دوستان. اگه اینو فعال کردید نرفت نمیاد بیرون، باز میزنید و اینجا روی این سامان میزنید و شما رو وصل میکنه به فیلتر شکن. خب ممنون شدم ویدیوی من رو دیدید. مرسی، ممنون.